سلام و درود خدمت دانش آموزان عزیز. با مفهوم آرایش الکترونی اتم ها در خدمتتون هستیم. اول از همه بیایم مفهوماشو با هم یاد بگیریم. عدد کوانتومی اصلی یا به عبارتی n و یا عدد کوانتومی فرعی و به عبارتی L رو داریم. عدد کوانتومی اصلی چیه؟ ما میدونیم بسته های انرژی به صورت کوانتومی هستند. عدد کوانتومی اصلی برای لایه به کار میره و عدد کوانتومی فرعی برای زیرلایه به کار میره. ما توی یک کره فرض کنید لایه داریم. هر کدوم از این مثلا این لایه بیرونی، خب این لایه بیرونی n نام داره. خب این لایه بیرونی داخلش بخش‌هایی به نام زیر لایه وجود داره که مثلا اگر این در واقع لایه رو در نظر بگیریم چند تا ال ممکنه چند تا زیر لایه توش وجود داشته باشه. بسته به چی؟ بسته به تعداد الکترون هاش. الان اینجا پس گفتیم عدد کوانتومی اصلی سطح انرژی رو به ما داده. سطح انرژی چی؟ لایه ها. سطح انرژی لایه ها رو به ما میگه. حالا عدد کوانتومی فرعی چیه؟ عدد کوانتومی فرعی به ازای هر nی از 0 تا n منهای 1 وجود داره. خب از 0 تا n منهای 1 وجود داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما n تون هست 3، چند تا l وجود داره براش؟ از 0 تا 2، یعنی 0 و 1 و 2 برای نامگذاری. حالا توی مثال شما بهتر متوجه میشین که من دارم چی میگم. اول اینو بدونین ما لایه هامون زیر لایه 0 بهش میگیم اس قراردادیه، زیر لایه 1 بهش میگیم پی، زیر لایه 2 اگه عددش 2 باشه بهش میگیم دی، اگه 3 باشه بهش میگیم اف. تا همینجا برای کنکور نهایی کافیه و ادامه. خب پس اینا به صورت قراردادی من براتون اینجا نوشتم. پس اس الش هست چند؟ الش هست 0، پی الش هست 1، دی الش هست 2، اف الش هست 3. درسته تا اینجا؟ حد اکثر گنجایش هر زیرلایه ما گفتیم توی هر لایه زیرلایه هایی وجود داره تا n منهای 1، از 0 تا n منهای 1. یعنی اگر این زیرلایه این لایه هفتم باشه ما چند تا زیرلایه داریم؟ 0 1 2 3 تا 6. اوکی تا اینجا؟ خب حد اکثر گنجایش هر زیرلایه هم تعداد الکترون توش مشخصه. خب فرمول این چیه؟ این فرمول مهمیه که تو آزمون هاتون هم میبینید. فرمولش هست 4 ال به اضافه 2. خب ما از طریق این فرمول به تعداد الکترون ها اینها میرسیم که دانش آموز قوی هستش که اینا رو حفظ باشه. خب همه اینا رو حفظ میکنن، میگن S هست 2 تا الکترون، P هست 6 تا الکترون، الانتون بهتون میگم چجوری، D هست 10، F هست 14. همه اینا حفظن برای فرمول نویسی، ولی ممکنه توی سوال به شما یه عدد نامعقولی بده و شما باید این فرمول رو حفظ باشید. الان S Lش هست چند؟ هست 0. پس این میشه 0 میشه 2 الکترون. پی الش 1 پس میشه ال در 4 میشه 4 به اضافه 2 میشه 6 الکترون. پس از این فرمول ال رو جایگذاری میکنیم که حالا پی دی یا اف باشه. مثلا اف 3 4 تا 12 تا به اضافه 2 تا میشه 14 تا. 14 تا الکترون در این زیرلایه قرار میگیره. خب در ادامه چند تا مثال حل کنیم که کلا نوشتن آرایش اتمی رو یاد بگیریم. بریم سراغ مثال همون. من به شما یه نکته گفتم اگر که nمون مساوی 1 باشه از چی داریم؟ به ازای هر nی از 0 تا n منهای 1 چی داریم؟ L داریم. الان اگر n ما 1 باشه مثل اینجا 1 باشه Lمون 0، 0 تا 1 منهای 1 0 1، پس S میمونه L 0 S. اگر 2 بگیریم میشه از 0 تا 2 منهای 1 1، یعنی 0 و 1، 0 که S L 1 هم میشه P. اگر nمون 3 باشه از 0 تا 2 این 0 میشه S، 1 میشه P و 2 میشه زیرلایه D. nشون هم که 3 این شکلی. اما نکته که وجود داره اول ما 4S رو می‌نویسیم بعد 3D رو می‌نویسیم. چرا؟ به خاطر اینکه طبق قاعده آفبا
شما اینجا زیرلایه 4S رو دارید، بعد اینجا زیرلایه 3D رو دارید. خب ما از پایین الکترون میخوایم بگیریم، میایم کجا؟ میایم اول اینو پر میکنیم، بعد میریم سراغ این. ولی خب پس اول 4S پر میشه بعد 3D، اما توی آرایش کلیمون اول 3D رو مینویسیم بعد 4S، ولی اول 4S پر میشه بعد 3D. حالا من اینو داخل مثال بهتون بگم بهتر متوجه میشید. خب مثلا مثالمون چی هست؟ مثالمون گفته سدیم 23. خب من میگم اینو سعی کنید حفظش کنید که دیگه نخواد فکر کنید. خب می‌نویسم زیرلایه یک S2. خب 2 الکترون، من 23 الکترون میخوام. 2S2 تا اینجا شد 4 تا. 2P. خب من P ظرفیتش حداکثر 6 از فرمول 4L به اضافه 2 که باید حفظ باشید کلا ببینیم P 6. خب تا اینجا شد چند تا؟ تا اینجا شد 10 تا. خیلی هم میدونن که تا اینجا که میرسن میشه 10 و حفظن وقتی اینا کامل پر میشه، که من جلوتر بهتون یاد میدم چطوری. طبق گاز نجیب اینجا الان فرمول گاز نجیب رو گرفت و کامل شده که جلوتر میخوام. خب تا اینجا شد 10 تا، من 23 تا میخوام. میرم سراغ زیرلایه 3. خب زیرلایه 3 اینجا لایه سوم یعنی n مساوی 3. خب یه دونه S داره یه دونه P داره. من تا اینجا میشم 12 تا، اگه P رو بذارم 6 میشم 18 تا. خب بازم اینجا اگه دانش آموز زرنگ باشه میتونه اینجا گاز نجیب آرگونه و تا اینجا 18 رو حفظ کرده، ولی بازم اینو جلوتر یاد میگیریم اگه متوجه نباشی و بلد نباشی. میرسیم سراغ ادامه مبحث که وارد 3D میخوایم بشیم. ما نمیتونیم 3D رو بنویسیم چون که ما 4S رو داریم، میشه 4S2 من بالا مینویسم. خب 3D رو خالی بذار، 4S رو بنویس. خب چرا 3D رو خالی میذاریم؟ توی رسم ساختار اصولی 3D اول نوشته میشه ولی 3D اول پر نمیشه. الان تا اینجا 18 تا داریم، اس هم 2 تا میگیره شد 20 تا. 3 تا کم داریم میدیمش به این. ببینید اول این پر میشه بعد این پر میشه، تا اینجا شد 20 تا کم دادیمش به این. پس توی رسمش اول 3D نوشته میشه بعد 4S، ولی در واقع اول 4S پر میشه بعد 3D. بیایم مثال بعدی رو با هم ببینیم. خب ما اینجا میگیم 1S2 2S2 2P6 تا اینجا شد چند تا؟ 10 تا. 3S2 3P6 تا اینجا شد 18 تا. 3D رو می نویسم 4S رو میذارم، 4S2 شد 20 تا. خب اگه اینو 10 بذارم میشه چند تا؟ میشه 35، میشه 30 تا. 5 تا کم دارم، میرم سراغ 4P 5 و اینم تمام شد. بریم سراغ MJ 24. میگیم 1S2 2S2 2P6 تا اینجا شد 10 تا مثل اونه. خب 3S2 3P6 شما اینقدر حل کنی روانتون میشه. حالا 3D رو میذارم 4S رو مینویسم، تا اینجا شد 20 تا، میخوام بشه 24 تا، به این 4 میدم. خب اینجا بچه این MJ نبوده. خب این خب ببینید بچه اینجا یه نکته وجود داره که من برای شما بودم. زمانی که دیمون تعداد الکترونش 4 الکترون یا چند الکترون باشه؟ 9 الکترون باشه. چرا؟ بچه ما یا 10 داریم یا 5 داریم. این میشه کامل، این میشه نیمه. وقتی 4 به 5 نزدیکه و 9 هم به 10 نزدیکه، اینا نیمه هستن، ما 4 رو میکنیم 5 و یه دونه از این کم میکنیم 1. یا مثلا مثل 29 هم همینه، 3D 9 4S 2. ما اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم میخوایم آرایش کامل بگیره. چرا میگیم 4 رو بکنیم 5 9 رو بکنیم 10؟ چون آرایش کامل میشه آرایش پایه یا آرایش نیمه کامل میشه آرایش پایه. خب و این پایدارتره. به خاطر اینکه پایدارتره ما هر موقع دیدیم D4 یا D4 یا D9 یه دونه الکترون از میشه 4S1 یعنی 4S2 میشه 4S1 و 3D اون میشه یا 3D5 یا 3D10. الان اینجا نگاه کنید 3D9 من اینو میکنم 3D10 اینو میکنم 4S1. خب بقیه‌اش هم که قبلیاش این بوده. این شد فرمولی که از قاعده آفبا استفاده نمی‌کنن. از زمانی ما از قاعده الان اینجا ببینید ما میگیم قاعده آفبا استفاده میشه، اما این از قاعده آفبا استفاده نمیکنه.
چرا؟ به خاطر اینکه ما میخوایم آرایش پایدار برسیم. با آرایش پایدار زمانی میرسیم که دیمون کامل یا نیمه کامل باشه. در صورتی که ما نیمه کاملمون 4 الکترون باشه کنیمش 5 الکترون، یا 9 الکترون باشه بکنیمش 10 الکترون. خب این از کلیات آرایش الکترونی اتم ها. اگه مثال بیشتری میخواین برای من کامنت کنید تا یه ویدیو کامل از مثال های سخت نهایی و کنکورها براتون بگیرم و مثال سختشو براتون حل کنم.